ویروس کرونا در طولانی مدت با بدن چی میکند؟ سلام دوستان عزیز، وقت بخیر. به یکی از ویدیوهای جدید کانال الیت میدیا خوش آمدید. ویروس کرونا در طولانی مدت با بدن چی میکند؟ امیدوارم تا آخر این ویدیو ما را همراهی نموده و با پاسخ این پرسش به قول ویروس شناسان آشنا شوید. به گفته کارشناسان ویروس کرونا یا کووید 19 حتی بعد از بهبودی ممکن است باعث آسیب‌های طولانی مدت شود. این مریضی در طولانی مدت چه تاثیرات روی بدن انسان میگذارند؟ پژوهشگران اعلام کردند با از بین رفتن عفونت کووید 19 یا ویروس کرونا مشکلات صحی ناشی از این مریضی پایان نمی‌یابد، چرا که با بررسی نشانگرهای بیولوژیکی مریضان بهبودی یافته شاید ضعف عملکرد کبد و آسیب‌های شدید قلبی و ریوی برخی از آنها بودند. هنگامی که بدن در معرض عفونت کووید 19 یا ویروس کرونا قرار می‌گیرد، دچار التهاب بسیار شدید ناشی از مبارزه سیستم ایمنی بدن با ویروس می شود. واکنش‌های التهابی در برخی افراد آنقدر شدید هست که منجر به فیبروز ریوی یا بافت انبند می شود. کووید 19 یا ویروس کرونا همچنین استرس شدید بر قلب تحمیل می کند. متخصصان دانشگاه هاروارد می گویند التهاب ایجاد شده توسط ویروس کرونا باعث ضعف عملکرد قلب و افزایش خطر لخته شدن خون می شود. علاوه بر این، ویروس کرونا به طور مستقیم به کلیه ها حمله می کند. مطالعات نشان داده این ویروس با اتصال به یک نوع گیرنده بر روی سلول ها به نام AC2 به بدن نفوذ می کند. این گیرنده نه تنها در سلول های قلب و ریه بلکه در کلیه ها نیز یافت می شود. پژوهشگران دانشگاه جان هاپکینز نیز تاکید می کنند که استراحت طولانی در بستر می تواند عواقب جدی برای بدن داشته باشد و منجر به تحلیل عضلات و ضعف استخوان ها شود. به گفته کارشناسان حوزه صحت، اگرچه بسیاری از مریضان مبتلا به کووید 19 یا ویروس کرونا بهبود می یابند، اما به دلیل اینکه ماهیت این مریضی و عوارض طولانی مدت آن هنوز به درستی درک نشده، بهتر است که با جدی گرفتن نکات پیشگیرانه هیچ وقت به آن مبتلا نشویم.